دکتر، برخی از نمایندگان معتقدند موانعی برای فعالیت و پیشرفت گسترده وجود داره و مردم میگن دولت نمیخواد که خرمشهر پیشرفت کنه. نظر شما چیه؟ من کاملا مخالفم. به نظر من دارن گرای اشتباه به مردم میدن. اگر معتقدیم که دولت نمیخواد اینجا آباد بشه، خب برای چی پا به عرصه انتخابات میذارید؟ خب شما که این اعتقادو دارید نباید بیاد دیگه. یعنی شهر آباد نمیشه چون دولت نمیده. و یه عده هم میگن که در واقع این دولت اگر نمیخواد، خب چجوریه که منطقه آزاد، گمرک، بندر، فرودگاه، راهن، مرز بین المللی شلمچه، اتاق بازرگانی، تأسیسات دریایی، نیشکر، نفت و گاز اروندان، شهرک صنعتی، میشه همه اینا رو دولت اینجا بذاره ولی نخواد آباد بشه؟ قطعا میخواد. اما اونایی که توانایی ندارن یا تو فکر خودشون و منافع اطرافیانشون هستن، این گرای اشتباه به مردم میدن که دولت نمیخواد اینجا آباد بشه. دولت قطعا میخواد خرمشهر آباد بشه و یک وکیل توانمند و زبده با یک مجموعه متخصص میتونه این کار رو برای شهر انجام بده. دولت هم تسهیل میکنه و نگاه ویژه‌ای به خرمشهر داره. ما باید درست انتخاب کنیم تا همه مردم کنار هم رفاه و آسایش و خوشبختی رو تجربه کنند.